همه. داستان اولین چرخ خیاطی دنیا از قرن 19 شروع میشه. در سال 1846 میلادی مردی به نام الیاس هاو از آمریکا موفق شد اولین چرخ خیاطی کاربردی رو اختراع کنه. البته قبل از اون مخترعهای دیگه‌ای هم تلاش کرده بودن، مثل بارتلمه تیمونی فرانسوی در سال 1790، ولی اختراعش کامل و عملی نبود. چرخ خیاطی الیاس ها یه تحول بزرگ بود. او تونست سیستمی بسازه که سوزن به طور خودکار بالا و پایین میرفت و پارچه رو به صورت یک نواخت میدوخت. این اختراع باعث شد دوخت لباس ها خیلی سریعتر و دقیقتر انجام بشه. چند سال بعد یه فرد دیگه به اسم آیزاک سینگر چرخ خیاطی رو بهتر کرد. پدال بهش اضافه کرد و باعث شد استفاده ازش خیلی راحت تر بشه. شرکت سینگر بعد از اون تبدیل شد به یکی از معروفترین برندهای چرخ خیاطی دنیا. به این ترتیب از دل یه ایده ساده یکی از مهمترین ابزارهای زندگی ما متولد شد، چرخ خیاطی. لایک و سابسکرایب یادت نره.